نشر عکس کیف و صفای گنرال قزاق در داخل زندان موج واکنش‌ها را به بار آورده است. این عکس بحث برانگیز گنرال سیری کودوبایف در داخل زندان عکس برداری شده. چگونه که دیده می شود او با چندین نفر گمان می رود از دوستانش و یا محبوسانند در سر یک دسترخوان پر از ناز و نعمت نشستند. عکس در زندان هم با کیف و صفا ادای حکم کردن گنرال کودوبایف که با جرم شکنجه و سوء استفاده از منصب ادای جزا می کند شهروندان قزاقستان را به خشم آورد. بسیاری ها نوشتند که این عکس گروهی و در سر دسترخوان ایدانه پر از ناز و نعمت گرفته گنرال بیشتر به استراحتگاه شباهت دارد نه به زندان. قسم دیگری از نابرابری اجتماعی در زندان‌های قزاقستان شکایت کردند. بنا به گفته آنها در بعضی زندان‌ها حتی در یک ماه یک مرتبه فرستادن خوراک و لوازمات بداشته به نزدیکانشان که با سبکترین جرم زندانی شدند اجازه داده نمی شود. با آنهایی که با جرم‌های سنگین چون شکنجه و فساد هدای جزا می کنند در داخل زندان استراحتگاه تشکیل کردند. ولی وزارت کارهای داخلی قزاقستان در شرح خود در مورد این عکس گفته است که محبوسان حق دارند در شکل بسته یا پسیلکه از نزدیکان خود مواد خوراک دریافت کنند و همچنین اجازه دارند که در داخل زندان در مکانهای مخصوص در وقت خولگی خود خوراک خود را استعمال کنند. به نوشته خبرگزاری روسی سپوتنیک قزاقستان در عکس گنرال با دیگر زندانهایی که همش سابق کارمندان حفظ حقوق بودند روز سرقانون قزاقستان را جشن گرفتند. روز قانون اساسی قزاقستان 30 آگوست است. گفته می شود عکس در زندان رقم 22 که در ولایت قزاقستان شرقی جاگیر است عکس برداری شده است. سپوتنیک خبر داد که فعلا با اتهام استفاده از تلفن موبیلی در داخل زندان و پوشانیدن دوربین‌های نظارتی محبس تفتیشات آغاز شده است. سیری کودوبایف از ماه ینور سال 2020 تا ماه ینور سال 2022 در منصب سردار پلیس ولایت الماتا اجرای وظیفه کرده است. پس از نارامی‌های ماه ینور سال 2022 در قزاقستان به ضد او با اتهام سوء استفاده از منصب پرونده جنایی باز شده بود. 28 اپریل سال 2023 دادگاه شهری تلد قرغان گنرال مایور سیری کودوبایف را با اتهام سوء استفاده از منصب و شکنجه شهروندان هنگام حادثه‌های ینور سال 2022 به مدت 10 سال روانه زندان نمود. علاوه بر این 18 ایول سال جاری دادگاه ولایت الماتا کودوبایف را برای غیر قانونی عبور کردن مرز قزاقستان باز به 6 ماه زندان محکوم کرد. همین طور پس از پرداخت مبلغ 1,752,000 تنگه گنرال مایور سیری کودوبایف باید 10 سال و 3 ماه دیگر در زندان باقی بماند.